السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان عزیز و بینندگان محترم. امیدوار هستم که همگی صحت و سلامت و خانه آباد باشید. امروز میخواهم در مورد قضیه ابوذر شوخیف که صاحب طربخانه یا اینکه رستورانی به نام زمزم در دوشنبه بود و امروز در محکمگاه قرار دارد با یک تهمت به جرم سلفی. خوب، قبل از همه میخوام برای شما اون نفر معرفی بکنم کی است و بعدا بگذاریم سر مسئله که بالای او صورت گرفتگی است. ابوذر شوخیف پسر ملا نجم‌الدین پسر تقایی من می باشد و هم نام من البته. خب اینها یک چند برادر هستند که همشون تقریبا که تاجر هستند، تجارت میکنند و بدون یگان مسئله حرام بازی و حرام خوری به یک دستاوردهای بگیم که رسیدگی هستند، با یعنی زحمت و مهنتی دستی خچون و چندین نفرها هم صاحب جای کار و صاحب نان کردگی هستند. البته خوب، از این مسئله ما همون شب و روزی که مثلا همه حادثه ها شید خبردار شدیم و من خواستم که یک نوار بکنم در مورد این قضیه، اما باز خودداری کردم، گفتم که من بوده یگان مشکلی زیادی بالاش صورت میگیره از حساب این نوار کردن من دیگه خودداری کردم راستی گپ از نوار کردن. اما امروز میبینم که در همه رسانه ها دیگر پرشید و حتی از خویشاوندان ما هم نفرای پیدا شد که من زنگ زدن گفتن همین کارت خوب نشید که مسئله همو را آشکار کردی، شاید که مشکلی بالاش ایجاد بشه و از این لحاظ دیگه تصمیم گرفتیم که دیگه باشه که بعد از رسیدن کار تا این حد باید که من صحبتی که میخواستم بکنم اون صحبت دیگر باید بکنم. خلاصه قبل از همه من در این مسئله چیزی نگفتم، کسی را راهنمایی نکردم و این قضیه ای تقابچه مونه در جای رم ذکر کردگی نیستم و اون کسایی که در این مورد نوار کردن چی کردن دیگه اونا نمیدونم از کجا گرفتگی هستن این معلومات ها را و با کی صحبت کردگی هستن. اگر چندی که خچونم مثلا ذکر میکنن که از کجا اومدگیشون است معلومات. خلاصه من گفتنی هستم که من در این قضیه قبل از همه خودی همو ابوذر مقصر میدونم، نه برای اون که او را مثلا تهمت به سلفی زدن یا که بچی. من همین قچیزم میگم که او سلفی نیست، اما او چیزی که بالاش صورت گرفت او یک چیزی بود که از همین مسئله راه گریزی نداشت. یک روز نه یک روز همین پرابلم بالاشون صورت می گرفت حتما، چون که در تاجیکستان یک تاجر، یک صاحب کار وقتی که مثلا دست به تجارت میزنه و کوشش میکنه، تلاش میکنه که بیرون از وطن نروه، یعنی در داخل وطن یک نانیخچه پیدا بکنه، یک آدمی کلام بشوه، اول براش شانس میتین تا یک بگیم که به جای رسیدنه. همین که تجارت او
رشد پیدا کرد و زیاد شد، دیگر در حال کاری میکنن که تجارت از دستش بکشن بگیرن و مقصد نمیمونن که یک نفر پولدار بشه، مالدار بشه و دستش به جای برسه. از همین لحاظ ما قبلا سال 2014 وقتی که ما آشکار دیگه در گروه 24 اعضا شدیم و نوارا میکردیم، در تظاهرات اشتراک میکردیم، خلاصه روزهای اولی که ما در مبارزه آشکار بودیم، یک شب روزی خیلی هم دهشتناک بود برای من شخصا، نه برای آن که من در راه مبارزه قدم گذاشته هستم، بلکه برای آن که تمام خویشاوندان از من رو گرداندگی بودن و با ما در تماس نمیشیدن، اگرچند که ما قطعی همی ابوذر تقریبا که یک جای کلان شدگی هستیم. دادرش هم در یک مکتب خوندگی هستیم، همراه دادرش ابوبکر. و از زمانی که من در سیاست زدم، با همین عائله، یعنی با عائله همین تقایم، دیگر هیچ وقت در علاقه نبودم، چون که اینا دیگر نمیخواستن که یک مشکلی بالاشون ایجاد بشود، تجارتشون از دستشون برود مثلا و غیره و کذا. خلاصه اما ما به طریق دیگر خویشاوندان یک چند بار پیغام و پیام میکردم که امروز این نفرها پولدار هستند، مثلا یک کمی نسبت به ما فرقیت دارند در مسئله دارندگی. بسیار خوب می شود که یک ذره از همو دارندگیشونه در راه مبارزه صرف بکنن، اگرچند که خودشون مثلا در سیاست دست نمیزنن، دوری میجوین از سیاست، اما در این راه باید که یک مصرف بکنن. و من نمیدونم که اون نفرایی که من این گپ میگفتم که بریم برسونین، اون نفرها میرسوندن نمیرسوندن هیچ چیز شما نمیدونم، اما هر یک انسان خودش صاحب عقل است و من یکی از خویشاوندان خیلی نزدیک همیا در همین راه مبارزه بودم. طوری که در اول ذکر کردیم، اینا یک نفر نیستن، 4-5 برادرن و هر یک کدامش تجارتی خچه داره و مثلا شرایطشون خوب است. اینا میتونستن که مثلا با ما در تماس بشون، بگن که جیان ما خیلی میبینیم تو در همین راه مبارزه هستی، خوب برای ما یه معلومات بده کیان این نفرهایی که همراه یا مثلا اعضا شده مبارزه میبری، چی مقصد دارن، چی میخواهن. خوب بعد از گرفتن معلومات ها میتونستن بگن که مثلا ما میخواهیم سرمایه گذاری بکنیم برای آخرتمون، یک کمی مثلا سرمایه گذاری بکنیم و آخرت خدا آباد بکنیم، اینچنین این دنیا مونه. من مطمئن هستم که فکرها در سر اینا آمدگی هست. این خیلی نیست که یک خویش نزدیک مثلا در یک سیاست دست بزنه، اونم در تاجیکستان، و یک بار فکر دنه یکی کی است، چی است، چی میخواه و چی کار کردنی است. البته در فکرشون من یک بارم آمدگیم و فکرم کردگیان، شاید نوارو هم تماشا کردگی هستن، اما یگون کاری نکردن و امروز از همون چیزی که میترسیدن و همون چیز گرفتار شدن.
شما نگاه بکنید این یک قانون خداوند است که خداوند برای همه ما و شما ذکر کردگی است در قرآن عظیم الشأن در سوره توبه آیت 20. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم با مالها و جانها. کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند، یعنی از قدم گذاشتند بیرون از خانه برای مبارزه بردن، و با مالها و جانهاشون. با مالها و جانهاشون، اول نام مال گرفته شدگی است. با مالها و جانهاشون جهاد کردن در راه خدا. اعظم درجات عند الله و اولئک هم الفائزون. بالاتر است مقام درجه های این مردم در نزد خدا و او مردم پیروز میشوند، میگه خداوند. خوب، البته ابوذر هم از یک عائله مسلمان است، از یک عائله دینی است، پدرش هم یک ملا است. من فکر نمیکنم که سوره های قرآن برای او ناآشنا باشند. خوب، خلاصه متاسفانه کاری نکرد تا وقتی که مثلا شرایطش بود، یک اقدامی نگرفت و امروز از همون چیزی که میترسید خودداری میکرد از این کارا و همون روز به همون چیز گرفتار شد. و من یک انسانی که نه تاجر هستم نه پولدار هستم، در همین راه مبارزه آشکار برآمدگی هستم. الحمدلله، تنها به خاطر خدا. امروز من الحمدلله در آزادیم. ببینین حکمت خداوند که خداوند اگر کسی را حمایت بکنه، تمام دنیا اگر به ضد اون نفر بشوند، یک موه را از سر اون نفر کنده نمیتونن، اون نفر آزار داده نمیتونن. اگر خداوند بالا یک نفر مصیبت بیاره، تمام دنیا در حمایت او بشوند، در مصیبت آوردگی خداوند دچار میشه اون نفر. برای همین امروز نگاه کنین، من هم ابوذر شوخیوف پسر تقایی، من هم ابوذر. من در سیاست دست زدم، آشکار همی جدم میگم رحمانوف یک دزد است، یک خیانتکار است، یک وطن فروش از وطن ما و شما را به خیتای فروختگی است، یک خائن است، ملت ما و شما را غلام روس‌ها ساختگی است. من این چیزا را آشکار میگم. من در آزادی هستم. ابوذری که از این چیزا پرهیز میکرد به خاطر که زندانی نشود، به خاطر که تجارتش از دستش نروه، امروز در زندان رحمانوف کثیف قرار داره و ما بازم تکرار میکنیم که در آزادی هستیم. اگه ببینید شما که خداوند میاره همون روز بالات، خداوند یک نفر پولدار میسازه، دارنده میکنه، برای اون نه که اون نفر عیش عشرت بکنه بگرده در دنیا، بلکه برای آن که اون نفر امتحان بکنه که چیکار میکنه این نفر وقتی که پولش میتیم. و اون نفرایی را که خداوند پولدار نمیکنه، خداوند از احوال او با خبر است که این نفرها را من پولدار بکنم، میدونه خداوند که مصرف میکنن در راه خدا.
البته همه در این جمله قرار نمیگیرن، ولی خب بعضا ها قرار میگیرن. ما الحمدلله به همین توانایی نداشتمون، الحمدلله که هم جانی در راه خدا کوشش میکنیم و هم مالی، چنده که از دستمون آمد. اما شاید روزی بشه که این صحبت های مرا گوش بکنه ابوذر و اون برادرای دیگرش و در عموم تمامی مردم تاجیکستان، در عموم تمامی پولدارها، تاجرای تاجیکستان، شاید نوار مرا تماشا بکنین. فرقیت بین یک مبارز و بین یک آدمی که در مبارزه نیست اینمی است که خداوند میگه که در قرآن در سوره والعادیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاثرن به نقعا، سوگند بگرد پای اسپان مجاهدان. حالی شما اتریست میکنین این چیزا، شما میگین که هی شما مجاهد کجا و شما کجا، برای که مغزهای شما پوچ است. مغزهای شما فقط نمی یک آدم کشه مجاهد میبینن خلاص. مجاهد هر نفری که ضد ظلم مبارزه میبره و در راه خدا راست است، یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، به یگانگی خدا باور داره، از امرهای خداوند اطاعت میکنه و به خاطر خدا ضد یک ظالم مبارزه میبره، اون نفر مجاهد است. فرقی نمیکنه او چگونه مبارزه میبره. یک نفری که مثلا افتمد میگیره ضد یک ظالم، راه حل در همون چیز میبینه، برای اون نفر دیگر غیر افتمد گرفتن راه دیگه نمونده است، اون نفر هم مجاهد است، بهترین مجاهد است. اما یک نفری که دوراندیش است میبینه که زمان افتمد گیری نیست، افتمد به کار نمیروه، افتمد به ضرر خود تیار میشوه و به راه سیاست قطعی مبارزه میبره تا اینکه ظالم از بین ببره، تا اینکه مردم آزاد بسازه. این نفر هم مجاهد است و بهترین مجاهد است. شرط نیست که هم یک افتمد بگیری یک برای دنبال کشتن مردم. زندگی هم دشوار نیست در مبارزه بردنمون. زندگی هم به هر چیزی که خداوند بالامون آورده میاره دست میبرداریم، میگیم خدای ما راضی هستیم و خداوند ما را به اون مشکلی هایی که شما دچار شدگی هستین دچار کردگی نیست. ما نمیترسیم هیچ وقت. ما هر کجایی که میخواهیم میریم با گردنی بلند، هر کاری که میخواهیم میکنیم و هر چیزی که در دلمون هست میگیم، نمیترسیم از کسی. و شما ای نفرایی که پولدار هستین یا اینکه ای تقابچه ابوذر، شما مردمی هستین که دائم در خوف خطرین. و خدا قسم از او خطری که در برای ما هست، واقعیت هست خطر، از او در خطر در شما بیشتر است، چون که شما یک حیات در ترس هستین، یک حیات در وهم هستین، شما آزاد نیستین، شما یک حیات در ترسین که اینا امروز مال ما را میکشن میگیرن یا فردا میکشن میگیرن. آیا همین چه زندگی است؟ آیا همین سعادتمندی است؟ آیا همین آزادی است؟ این خوبتر نیست زمانی که شما مالدار هستین یک فکری دیگرگونی را بکنین، فکر عوض شدن همین حادثه ها را بکنین، فکر عوض شدن زندگی را بکنین، زندگی مردم. فردا در نزد خدا چی جواب میگین؟ قدر پولدار شدین، برای شما
فرض واجب شدگی بود که در راه مبارزه بردن ضد همین رژیم پول صرف بکنین. شما میدونین که این رژیم دشمن خدا است. این رژیمی است که مسجدها را محکم میکنه، ملاهایی که مردم را تربیه روحی میکنن ملاها را محکم میکنن. این رژیمی است که خواهر و دختر ما و شما را در کوچه و خیابانهای تاجیکستان قپن به ستر به حجاب میکنن. آیا شما در زمان پولداریتان یک تنگه برای نابود ساختن همین رژیم سرمایه گذاری کردین؟ نکردین. و امروز ببینید که از همون چیزایی که شما پرهیز میکردین، از همون حادثه هایی که شما پرهیز میکردین، یعنی از زندان شدن خوف داشتین، میترسیدین که من این کارا بکنم زندان میشه، و اون روزا گرفتار شدین. و مثل شما چندین تاجرای دیگر تجارت از دست دادن، جان از دست دادن، آزادی از دست دادن، رفتن به نام و نشان، نابود شدن، رفتن. اما برای من یک مبارزت مثال بیار که به نام و نشان شد حتی بعد از مردنش. هر یک کسی که در راه خدا مبارزه میبره او نام داره، او عزت داره، او را دوست میدارن، او را خدا دوست میداره. خلاصه نمیخوام دیگه از این زیاد صحبت طولانی بکنم. در آخر میخواهم از تمامی خویشاوندانم، از تمامی رفیقانم، از تمامی تاجران تاجیکستان و از تمامی مردم تاجیکستان دعوت به میان بیارم که برای از بین بردن این گونه یک رژیمی که صاحب کارا را زندانی میکنه، برای از بین بردن این گونه یک رژیمی که صاحب کارا را زندانی میکنه، مالهای آنها را میکشه، بیکار میکنه، کارخانه هاشون را بیکار میکنه، که سبب بیکار ماندن و به مهاجرت رو آوردن چندین نفرهای دیگر میشوند. کمر همت ببندین و مبارزه ببرین تا زمانی که همه ما و شما مردم تاجیکستان ضد این رژیم قیام نمیکنیم، این رژیم از بین نمیره و این رژیم دست از این جنایت ها نمیکشه. خب هر راهی را که تو انتخاب میکنی برای از بین بردن این رژیم برای تو مقبول است، اونم راه انتخاب بکن، اما بیکار نباش، بی‌طرف نباش برای از بین بردن این رژیم. هر گروهی را که دوست میداری سوال جواب او دیگه در کلای خودت است. من مثلا اختیار کردم گروه 24 برای که من با فکرهای من همه گروه توگری آمد. یک گروهی که مردمی است، از مردم تشکیل شدگی است و برای مردم است. من این گروه انتخاب کردم. همه شما خیش تباری من میدونین که من یک بچه یک سیاستمدار نیستم. قطعی سیاستمدارا ششت خیز کردگی نبودم و پدرم قطعی سیاستمدارا ششت خیز کردگی نبود که مثلا این چیز برای من یک میراث ماندگی باشه. من همچون یک مردی صاحب فکر، صاحب عقل خوب فکر کردم، سنجش گذراندم و این گروه انتخاب کردم در بر همین برادرای همچون خودم مبارزه بودستم.